پستانهای برهنه و سوزان جنوب در آغاز قرن 20. کسانی که به جستجوی نفت به ایران آمدند در این کوهها به کاوش پرداختند. پیش از آن در تاریخ‌ها به نفت ایران اشارت رفته بود و چشمه‌های گاز در دامن صخره‌ها بر آن دلالت داشت. سختی‌هایی که کاوشگران در آن روزگار بر خود هموار می‌کردند به چشم ما امروز افسانه می‌آید. چاه‌ها زدند و نفتی نیافتند و سرانجام امیدشان که به آخر رسید به نفت رسیدند. این نخستین میدان نفت در خاورمیانه بود و بزرگتر از آن تا آن روز در جهان یافت نشده بود. اما این میدان فرسنگ‌ها از دریا به دور بود و برای آنکه نفت آن را به بازار برسانند میبایست راهسازی و لوله گذاری کنند. جابجا کردن افزارهای سنگین و برپا داشتن وسایل کار سخت دشوار بود. اما با چیره دستی بر دشواری ها پیروز می شدند. دیگر زدند و صنعت نفت ایران برای جهانیان سرچشمه نیرو شد. نفت، یک دریا نفت برای جهانی که آتش نفتش روزافزون بود. امروز که بیش از نیم قرن از آن ماجرا گذشته و بسی چیزها دیگرگون شده، مشکلات اصلی کار همان است که بود. نفت را همچنان باید به بازار رساند، اما به میزانی بس عظیمتر و با سرعتی به مراتب بیشتر، نه فقط از یک میدان نفتخیز بلکه از چندین میدان پهناور با فاصله های دراز، از راه لوله های تنومند و به کمک اسکله های عظیمی که تاب نفتکش های کوه پیکر امروز را داشته باشند. برای آنکه جریان نفت بر چنین میزان عظیم و روزافزونی برقرار بماند و نیازهای روزافزون صنایع امروز جهان برآورده شود، به طرحی عظیم احتیاج بود. عظیمترین طرحی که صنعت نفت ایران در مدت بیش از نیم قرن بر خود دیده است. چم، طرحی نو در صنعت نفت ایران. خاورمیانه دارای 2/3 از ذخایر نفت جهان و هزاران چاه نفت است.
سهم ایران از این ذخایر سهمی است شایسته و استعداد تولید آن کم از دیگران نیست. نفتخیزترین نواحی این فلات در جنوب غربی آن است، در میان کوهستان‌هایی که تا حدود خلیج فارس پیش می‌روند. طرح چم در حوالی این میدان پهناور صورت می‌پذیرد و دارای 4 مرکز اصلی در خشکی و دریاست. آقاجاری، بارورترین میدان نفتخیز ایران. بندر ماهشهر که بندرگاهش روزی بزرگترین بندرگاه نفت خام کشور بود. رودبندر آبادان با پالایشگاه عظیم آن. و جزیره کوچک و مرجانی خارگ در خلیج فارس با سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آنچه در خورد مساحت اوست. لوله های تنومند به قطر 105 سانتی متر برای ساختن درازترین خط لوله نفت خام جهان، برای بازگرداندن جریان نفت خام از بندر ماهشهر به جزیره خارگ. اولین مرحله طرح چم. از میان این لوله ها پس از آنکه به خط لوله بدل شوند نزدیک آقاجاری بیش از 15,000 لوله در یک جا گرد آمده تا پیش از لوله گذاری جفت جفت به یکدیگر پیوند داده شود. به این ترتیب ساختمان خط لوله تندتر پیش می رود و در طول راه زمان جوشکاری نصف می شود. لب لوله ها را اول سنگ میزنند تا صاف و یک دست شود. دستگاه مخصوصی لوله ها را با هم جفت می کند. لوله ها را از بیرون با جوش سرد جوش می دهند. برای جوشکاری داخل، جوشکار خبره‌ای به درون لوله رانده می شود. طول این کار فقط 1 دقیقه است. در آفتاب سوزان آقاجاری، این مرد تنها کسی است که آفتاب سوخته نیست، چون در طول روز نزدیک به 400 بار به درون لوله می رود. برای خط لوله باید در میان کوه‌ها و بیابان‌ها راه باز کنند. لوله های جفت شده را در کنار راه گذاشتند. بیش از 160 کیلومتر لوله میان آقاجاری و بندر گناوه خوابیده است. خط لوله در گناوه به 2 شاخه تقسیم خواهد شد و برای رسیدن به جزیره خارگ به ته دریا خواهد رفت. شیاری عمیق آماده کرده اند تا خط لوله را در آن مدفون کنند. کندن این شیار کار ماشین عظیمی است که برای طرح چم ساخته شده. این غول سرخ شیارزن جای صدها کارگر بیل و کلنگ به دست را گرفته و چنگالهای تیزش تا عمق 2 متر زمین را می شکافد. فرسنگ بعد فرسنگ، روز بعد روز، ماه بعد ماه.
خاک به دست آمده به شکل دیواره‌ای بلند و یک دست در یک سوی شیار کشیده می شود. در فاصله 200 کیلومتری کنار جزیره خارگ پایه‌های اسکله‌ای بزرگ بر کف دریا کوبیده می شود. اسکله‌ای که از پهلوی جزیره خارگ رویده گسترش می آمد و در نوع خود به صورت بزرگترین اسکله جهان در خواهد آمد. در آن سوی جزیره باز لوله هایی به قطر 75 سانتی متر. تمیز می‌کنند و به قیر می‌آلایند. از این لوله‌ها خطوط لوله زیردریایی ساخته خواهد شد، به موازات دو لوله‌ای که در گذشته جزیره را با سرزمین اصلی پیوند داده بود. چون نفت آقاجاری و میدان‌های اطراف آن نیز باید پست و بلندی‌های جنوب کشور را طی کند و پس از عبور از کف دریا به مخازن جدید خارگ وارد شود. دوباره قیر میزنند و آنها را با نواری از پشم شیشه و پنبه نسوز به قیر آغشته میپوشانند. کارگران برای آنکه از بخارهای داغ در امان باشند ریش میگذارند یا صورتشان را میپوشانند. هزاران تن سیمان برای زرهدار کردن و نیز سنگین کردن لوله ها به کار می رود. ماشین سیمانزنی خودکاری که نخستین بار در کاری به این وسعت به کار آمده، دقایق کوتاه را جایگزین ساعتهای دراز کرده است. سیمان با شدت بر سطح لوله گردان پاشیده می شود. توری پولادینی بر سیمان می پیچد تا آن را تقویت کند. غلاف سیمانی پوشش محافظ لوله را در میان میگیرد و آن را چنان سنگین میسازد که به آسانی در دریا بنشیند. وزن همه لوله ها باید یکی باشد. چند روز بعد سیمان که خشک شد لوله ها را به کارگاهی میبرند شناور در دریا. خط لوله‌ای که بر کف دریا خواهد نشست در اینجا از پیوند لوله ها به دست می آید. وسایل کار و جایگاه های خورد و خوابی که در پیوندگاه شناور لوله ها برپا شده مخصوص دریانوردان جدیدی است که کارشان ساختن خط لوله دریایی است. نام این کارخانه شناور کشتی لوله گذار است. لوله های سیمان پوش را به هم جوش می دهند. از جای جوشکاری با اشعه نامرئی عکس می گیرند. آن را قیراندود می کنند و می پیچند. در آخر کار با سیمانی که به محض ریختن سفت می شود مفصل لوله ها را می پوشانند و خط لوله را که واحدی دیگر بر آن افزوده شده به دریا می فرستند.
کار لوله گذاری در اتاق فرمان به دقت رهبری می شود. به کمک امواج رادیو مسیر لوله را مشخص می کنند. فرمانده به راهنمایی دو فرستنده مسیر درست لوله را به دست می دهد. کارگاه شناور به دنبال دو لنگر جلو خود را به پیش می کشد و طناب‌های پولادین را به لنگرهای عقب می فرستد. به هنگام تلاطم یا در میان جریان‌های تند دریا، دو لنگر اضافی بر دو پهلوی کشتی تعادل آن را حفظ می کنند. خط لوله از سراشیبی نرمی آرام پایین می رود. غواصان قورباغه‌ای فرود آمدن نرم لوله را بر کف دریا زیر نظر دارند. کارگاه کار برقرار است. هر روز نزدیک به 2 کیلومتر خط لوله بر کف دریا می‌نشیند. عکس برداری از مفصل‌ها از مراحل حیاتی کار است. کوچکترین عیبی، جوشکاری ناقص یا مفصل ضعیفی که حتی به سوراخی سوزنی منجر شود، چه بسا خطرها و مشکلات بزرگ ایجاد کند. با اشاره موافق عکاس مفصل‌ها، کارگاه شناور جابجا می‌شود. در خشکی نیز لوله ها به خط لوله بدل می شوند. ماشینی که مخصوص این کار ساخته شده، جفت لوله های پولادین را بر حسب پست و بلندی های زمین کج و راست می کند. در برابر باران بی امان اشعه خورشید که چون تاول بر زمین می بارد، چتر که در اصل سپری در برابر خورشید بوده، به کار اصلی خود گماشته شده است. وقتی گرمای هوا جیوه گرماسنج را تا درجه 60 بالا ببرد، خنک شدن یعنی زیر سایه لوله داغی خزیدن. و بعد از نهار مختصر چرتی، فقط مختصری. کمربند مرجانی خارگ باید شکافته شود تا لوله ها از آن بگذرند. برای این کار عوامل انفجار را در کوزه هایی به شکل بازوکا آماده می کنند.
در کیسه های رنگینی که یک به یک بر رشته دراز آویزان شده باز مواد منفجره به دریا می‌ریزند تا راه زیر آب را هموار کنند. نفت خامی که به خارج میرسد در مخازن بزرگ گرد می آید. از این رو باید مخزن‌های فراوان بر مخازن موجود افزوده شود. جای این مخزن‌ها را هموار می کنند. ورقه‌های ضخیم فولاد را به اندازه‌های معین می‌برند و به هم جوش می‌دهند. این کار به قصد کف‌سازی برای مخزن‌هایی است که در هر یک از آنها 500,000 بشکه نفت خام جای خواهد گرفت. قطر هر مخزنی بیش از 80 متر است. تالاری از پولاد با مساحتی بیش از یک زمین فوتبال. ساختمان بزرگترین خط لوله جهان به مرحله آخر رسیده. شریانی از پولاد به درازای 200 کیلومتر بر سازمان صنعت نفت ایران افزوده می شود. وزن سرتاسر لوله نزدیک به 100,000 تن است. بازوان سترگ پولادین آن را به چنگال می گیرند تا در شیار آماده جای دهند. روز بعد روز و ماه بعد ماه خط لوله در کوه و بیابان رشد می کند. کاری کند و توان‌فرساست. با این حال تندتر از معمول پیش رفته است. لوله را همچنان به قیر می آلایند و در کاغذهای ضخیم می پیچند. در این بستر خاکی خط لوله به زودی جان خواهد گرفت و هر روز 1,000,000 بشکه نفت خام در آن جریان خواهد یافت. ساحل خارج اسکله کم کم شکل می‌گیرد. سقفی از قطعات پولادین بر پایه‌های پولاد سوار می‌شود. از این پیوند اسکله‌ای به وجود می‌آید که بتواند فشار خرد کننده نفتکش‌ها و ضربه‌های کوهافکن دریا را تحمل کند. هر پایه‌ای نزدیک به 20 متر در کف دریا فرو رفته و میتواند به تنهایی در برابر 100 تن فشار و 200 تن وزن ایستادگی کند. در دریا روز و شب کار است. بر عرشه کارگاه شناور نسیم شبانه خلیج برای کار حال بهتری میبخشد و به دنبال تلاش شبانه بیفتک داغ نیمه شب میچسبد. میگویند که ساکنان کارگاه‌های شناور فقط 3 دلخوشی دارند: نهار و شام و نامه و پول. اما بعضی ساعات فراغت را به ماهیگیری میگذرانند و کسانی نماز میخوانند.
درست اگر نگاه کنی در خلیج فارس جز لوله نفت فراوان چیزهای دیگر هست. اما کار لوله نفت در خشکی و دریا کاری است که باید به سامان برسد. نفت خام از چاه‌های کوهستان به نیروی جاذبه به سوی دریا سرازیر می شود. اما برای به دست آوردن مقدار نفتی که باید پی در پی به خارج وارد شود و به قصد تسریع جریان نفت در خط لوله، باید در 40 کیلومتری ساحل در شوره‌زاری به نام گوره تلمبه‌خانه‌ای برپا شود. شیرهای عظیم نفت در شوره‌زار نصب می شود. خطوط لوله چند حوزه نفتخیز در گوره به هم میرسند. نفت‌های سنگین گچساران و بیبی حکیمه در اینجا با نفت‌های سبکتر آقاجاری و حوزه‌های اطراف آن تلاقی می‌کنند تا به نیروی تلمبه‌های گوره با سرعت زیاد به بندرگاه خارگ سرازیر شوند. با پیچاندن چند پیچ آخرین، ساختمان بزرگترین تلمبه‌خانه جهان در نوع خود به پایان میرسد. تلمبه‌خانه گوره، بنای تنهایی که دور از همه جا در شوره‌زار بر لوله‌های مدفون نشسته. در 200 کیلومتری گوره آبادان جنگلی از پولاد است که در شوره‌زار رویده. شهری صنعتی با 250,000 نفر جمعیت در اوایل قرن 20 به وجود آمده و به سرعت فصل مهمی از تاریخ نفت را اشغال کرده است. پالایشگاه آبادان همواره برای هر گونه تحولی آماده بوده و از کاملترین پالایشگاه‌های جهان به شمار رفته است. کار آن مانند هر پالایشگاه دیگری تهیه محصولات نفتی است، اما شماره این محصولات و نفت‌های سیاه و سفید آن بیش از حد معمول است. تاکنون همه این محصولات از رودبندر آبادان صادر شده، اما چون گنجایش بندرگاه آن با احتیاجات امروز سازگار نیست، با اجرای دومین مرحله طرح چم، محصولات پالایشگاه عظیم آبادان به بندرگاهی در کنار دریا خواهد رفت. دستگاه‌های تازه برپا می شود و تأسیسات موجود بعد از مرمت با دگرگونی وضع پالایشگاه وفق می یابد. در این میان خانه تکانی یکی از کارهای واجب است. کوره‌های عظیم برپا می شود تا نفت‌های سیاه را گرم کند و آنها را از جا تکان دهد، چون نفت‌های سنگین سیاه تنبلند و تا گرم نشوند در لوله نمی غلطند. 3 کوره تازه حرارت محصولات سیاه پالایشگاه را تا 80 درجه بالا میبرند تا سفر دراز آنها در لوله به نرمی میسر شود. خط لوله داغ که 65 سانتی متر قطر دارد در کنار پالایشگاه به زیر زمین می رود و سرشار از نفت سیاه به موازات این لوله ها به سمت دریا می شتابد. روزانه صدها هزار بشکه از محصولات پالوده آبادان از لوله مدفون و 3 تا از این لوله ها می گذرند و پس از 120 کیلومتر راه پیمایی به بندر ماهشهر می رسند. بخشی از تأسیسات قدیم ماهشهر را خراب می کنند تا اسکله های بزرگ تازه در آن بسازند.
به این ترتیب بندرگاه ماهشهر بزرگترین بندرگاه جهان برای صدور محصولات نفتی خواهد شد. مخازن هر دو بندرگاه ماهشهر و خارگ همچنان بالا می روند. بلندی هر مخزن نزدیک به 20 متر است و از به هم پیوستن 7 ردیف ورقه هلالی شکل پولادی به وجود می آید. در ماهشهر 32 مخزن به مخازن قدیم می افزایند و تعداد مجموع آنها را به 82 می رسانند. مخازن ماهشهر بیش از 6 میلیون بشکه محصولات گوناگون نفتی در خود نگاه خواهند داشت. در خارگ 11 مخزن غولاسا برپا می شود که ظرفیت هر یک از آنها نیم میلیون بشکه است. اگر این مخازن را از شیر پر کنند می توان به هر یک از ساکنین کره زمین یک شیشه از آن داد و باز مقداری در مخزنها نگاه داشت. این مخازن میزان ذخیره نفت خام را در خارگ به 8 میلیون بشکه بالا خواهد برد. سپری از الوارهای فشرده که بر قابهای پولادین سوار شده اسکله خارگ را در میان میگیرد و به کمک فشارگیرهای عظیمی که در پشت آن قرار دارد هزاران تن فشار نفتکشها را بر اسکله خنثی می کند. کار گسترش اسکله خارگ با سرعت پیش می رود، اما هنوز اجزاء گوناگون باید بر آن افزوده شود. در این میان جناح اصلی اسکله از کار باز نمانده. نفتکشها همچنان در کنار آن پهلو می گیرند و از بازوهای قدیم بارگیری نفت می ستانند. هنگام بارگیری گازهای احتراق پذیر در سطح اسکله و بر عرشه نفتکشها پخش می شود. از این رو احتیاط برای اجتناب از آتش سوزی آنچنان شدید است که فندک و کبریت را پیش از پا گذاشتن بر اسکله باید به نگهبانان تحویل داد. با این حال در هر دو سوی اسکله کار ساختمان باید برقرار باشد و باران جرقه های جوشکاری از هر سو ببارد. آتش‌نشان‌ها از این رو مدام آماده اند و برای آنکه چابک بمانند مرتب تمرین آتش‌نشانی می‌کنند. هر پیش آمدی که در صورت آتش سوزی احتمال روی دادن آن باشد در تمرین‌ها پیش بینی شده است. از اسکله و از کشتی‌های یدک‌کش بر شعله‌های خیالی بی‌دریغ آب و کف نثار می‌کنند.
پناه سپر آب ریزکاری های آخر کار به اسکله تازه پا رنگ و رو می بخشد. مخزن‌های نفت نیز رنگی دیگر می‌گیرند. برای خنثی کردن گرمای آفتاب رنگ نقره‌ای بر آنها می‌زنند. دیوارهای برهنه مخزن‌های پولادین از لایه‌های ضخیم رنگ پوشیده می‌شود. برای جان بخشیدن به واحدهای عظیمی که برپا شده، دستگاه‌های درهم و دقیقی شبیه به مراکز اعصاب به وجود می‌آید. تکه سیمی در زیر پیچ کوچکی عصب چشمی است که تاریکی مخزن را می‌درد یا حامل موجی است که به کار صدها لوله و شیر انضباط می‌بخشد. دستگاهی که بر غول‌های پولادین فرمان می‌راند خود سهمگین و درشت استخوان نیست. سازواره‌ای است مثل مغز، به غایت حساس و دقیق. شبکه‌های ارتباط بیسیم و نیروی برق قوی آنچه را که برپا شده زنده نگاه می‌دارند. به کمک شبکه ارتباط ده‌ها مکالمه را می‌توان در یک زمان میان همه مراکز برقرار داشت و به کمک نیروی برق قوی سنگین‌ترین کارها را می‌توان با فشردن دکمه‌ای صورت داد. تصمیمات آنی را آناً می‌توان اجرا کرد. 2352 چراغ که بر این دیوارها نصب شده نمودار وضع دقیق 1176 تلمبه و شیر است که جریان انواع محصولات نفتی به داخل و خارج ماهشهر به کمک آنها صورت می‌گیرد. با فشردن چند دکمه می‌توان 3500 مدار برقی را به کار گرفت و به کمک آنها وسایل گوناگون را به کار انداخت و یا هر گونه اطلاعی را به دست آورد. مثلا در مخزن 75 موجودی نفت و حرارت آن. آقای فرید حاضر باشید والو شماره 4 رو الان باز میکنم. بله. در اینجا هرگز کار از کار نمیگذرد و اگر در گوشه‌ای خرابی یا شکستی روی دهد آنن میتوان از آن خبر یافت و به مرمت آن اقدام کرد. این دستگاه تو در تو و دقیق لحظه به لحظه وضع و حالت یکایک شیرها و تلمبه‌ها و لوله‌ها و مخزن‌ها را مشخص می‌کند و به نور انواع چراغ‌ها و صدای انواع زنگ‌ها هر سکته ای را در کار آنها به آنی خبر می‌دهد. در آزمایشگاه عیار هر محصولی را که به مخازن بندرگاه میرسد به دقت میسنجند. از انواع نفتها و بنزینها نمونه برمیدارند و با آزمودن مداوم آنها از صحت ترکیب مایعات نامرئی در مخزنها و لوله‌ها اطمینان حاصل میکنند. مشخصات هر محصولی که بار نفت کشها می شود باید درست همان باشد که از پیش مقرر شده است. در ماهشهر 82 مخزن 29 گونه نفت و بنزین از پالایشگاه آبادان دریافت می کنند. خلاصه کار پنهانی و پرپیچ و خم مخزنها و لوله‌های پولادین را در مدلی ساده و شیشه‌ای
آشکارا میتوان تماشا کرد. انواع نفت یا بنزین را پیش از بار زدن بر حسب سفارش دقیق نفتکش ها ترکیب می کنند. کار ترکیب در اتاق راهنمایی اداره می شود. پیچاندن ساده کلید یا فشار دادن دکمه‌ای دستگاه پیچیده و تو در تویی را به راه می اندازد. خود به خود شیرها را بازبسته می کند و آنچه را که می گذرد می سنجد و گزارش می دهد. از مخزن‌های گوناگون ترکیبات گوناگون جاری می شود. 20% از این، 30% از آن، و 50% از چیز دیگر. این ترکیبات سفر پرپیچ و خمی را در شبکه تو در توی لوله ها و تلمبه ها آغاز می کنند. و سرانجام در مخزن ترکیب به هم می پیوندند. نفت یا بنزینی که بر حسب نسخه خریدار به دقت ترکیب شده به بازوی بارگیری معینی در اسکله معینی فرستاده می شود و از آنجا به نفتکش می رود. نفتکش ها انبارهای جدا از هم دارند و می توانند بنزین اتومبیل و هواپیما را در کنار نفت دیزل و سوخت تراکتور بار بزنند. همه این محصولات از یک اسکله به کشتی می رسد. در ماهشهر 6 اسکله برپا شده. هر یک از این اسکله ها می تواند در آن واحد 11 محصول گوناگون را بار کشتی کند. 25 خط لوله مخزن‌های ماهشهر را به اسکله ها پیوند می دهند و هر روز هزاران بشکه نفت و بنزین به نفتکش ها می رسانند. طرح چم ماهشهر را به صورت بزرگترین و نوترین بندرگاه صدور محصولات نفتی جهان درآورده و صادرات سالیانه آن را به 100 میلیون بشکه رسانیده است. نفتکش های بزرگتر از آنچه در رودبندر آبادان ممکن بود اینک به ماهشهر می آیند و با سرعتی که در آنجا امکان نداشت بارگیری می کنند. جزیره خارگ با تأسیساتی بزرگتر از ماهشهر به صورت بزرگترین بندرگاه صدور نفت خام جهان درآمده و نفتی که در آن سوی دریا از میدانهای وسیع نفت ایران به دست می آید مخزنهای عظیم خارگ را سرشار ساخته است. لوله‌های نفت خام در شمال جزیره از دریا بیرون می آیند و برای گذشتن از پست و بلندی‌های جزیره وضع و حالت آنها چندین بار عوض می شود. لوله ها سرانجام به مخزن‌های عظیم خارگ می پیوندند. لوله های تازه‌ای که خطوط بارگیری نام دارند مخزن‌ها را به اسکله پیوند می دهند. و اسکله پس از اجرای طرح چم آنچنان عظیم شده است که 10 نفتکش بزرگ می توانند در یک زمان کنار آن پهلو بگیرند. بازوهای بارگیری نوعی ساخته شده که بتواند نفت را با سرعت بسیار به داخل نفتکش ها براند. کنتور اسکله مقدار نفتی را که بار کشتی ها می شود به دقت تعیین می کند. بارگیری نفتکش ها در اسکله بی‌شباهت به سوختگیری اتومبیل ها در پمپ بنزین نیست. با این تفاوت که اگر نفتکش های خالی به سرعت کنار اسکله پهلو میگیرند و پر که شدند به سرعت اسکله را ترک میگویند. سرعت بارگیری بیش از 3 تن در ثانیه است. ساعات روز و شب به دقت تقسیم شده. نفتکش ها بعد از پهلو گرفتن اندکی بیش از 1 روز در اینجا میمانند. بندرگاه جزیره خارگ وعدگاهی است در خلیج فارس برای کاروانهای دریایی تجارت امروز.
بزرگترین نفتکش‌های جهان در این وعدهگاه گرد می آیند تا برای دورترین کشورها سهمی از نفت ایران بستانند. اسکله خارگ که از آن نفت خام به سرتاسر جهان میبرند، بزرگترین دستگاه یک پارچه است که به دست انسان در دریا برپا شده است. با اجرای طرح چم نزدیک به 14 میلیارد ریال دیگر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری شده و بر اثر آن صدور نفت ایران روزافزون شده است. افزایش درآمدی که از اینجا ناشی شده به تحرک تلاش‌های عظیم عمرانی و اقتصادی ایران افزوده است. بر اثر اجرای طرح چم، نفت اکنون سریعتر و بیشتر به بازار می رود. نفتکش‌های بزرگ که از بندر ماهشهر محصولات پالایشگاه بزرگ آبادان و از جزیره خارگ نفت خام مناطق نفتخیز ایران را دریافت کرده اند، تند و چابک از دریاها می گذرند. کشتی‌هایی که درازاشان از 300 متر می گذرد. در جهانی که آتش نفتش همچنان روزافزون است، روزی خواهد رسید که نفتکش‌های عظیم امروز کوچک جلوه کنند. در این میان جزیره خارگ آنها را همچنان در بندرگاهش خواهد پذیرفت و از نفت سرشارشان خواهد کرد، چون طرح چم به قصد فراهم ساختن نفت فراوان بوده است و برای پذیرایی از نفتکش‌های بزرگ، برای آنکه کشتی‌های بزرگ امروز و کشتی‌های بزرگتر فردا نفت ایران را به بازارهای جهان برسانند.